بسم الله الرحمن الرحیم سوره را به نام سوره شورا یاد میکنه. به خاطر به نام شورا یاد میکنه که الله ذکر شورا را در صورت کرده. شورا یکی از جمله امور مهم انتظامی نظام اجتماعی مسلمان هاست، نظام خانوادگی مسلمان هاست. رول مهم داره در سعادت بشر، در نظم و امنیت آوردن بشر. از او خاطر کل سورت به نام شورا یاد شده. این سورت هم 62 سورت است که قبل سوره زخرف و بعد از سوره سجده نازل شده. سورت مکی است. مطالبش امان گونه که در سورت های مکی است بحث از عقاید میکنه. ارتباط این سورت قط ما قبل، در ما قبل الله بیان 9 صفت قرآن کریم کرده بود. در اینجا بیان 9 صفت حاملین قرآن میکنه. کسی که قطش قرآن است صفات ازوار الله تبارک و تعالی در اینجا برای ما بیان میکنه. در اول مطابق امی صورتهای دیگه، خصوصا در کدام صورتهایی که حروف مقطعات میه، همیشه بحث از قرآن میشه، از اعجاز قرآن میشه، صفت قرآن بیان میشه. از همون خاطر در اول آیات ها اشاره به سوی صفات برجسته قرآن کریم است. حامیم عین سین قاف. یا مثل حوامیم دیگه واری خودتنا اینجا 3 حرف دیگه اضافه آمده که عین سین قاف هم قطش آمده، وگرنه 7 صورت است که در اول سرش کلمه حامیم آمده و این کلش به نام حوامیم 7 یاد میکنه. نظری بهتر و مهم و حق اموسته که نظر سلف است. سلف قائل به است که سر معنای ازی الله عالم است، ما مقصد حقیقی و واقعیش در کرده نمیتونیم. اگرچه نکته ها را علما بیان کرده که بزرگترین نکته و نمون نکته است که آورده شده برای ازی که نمایان کنه که قرآن از امی حروف جور شده و هیچ کسی نمیتونه کلام خود موافق کلام قرآن بسازه با وصفی که حروف یا مواد ترکیبی یک قسم است. كذلك یوحی الیک، مثل نازل کردن این سورت الله تبارک و تعالی که برای تحقیق اصول دین برای ما نازل کرده و برای بیان فایده های عظیم برای ما این سورت نازل کرده. یوحی الیک، وحی کرده، یوحی الیک وحی میکنه الله تبارک و تعالی سورت های دیگره، کتاب های دیگره. یک معنی كذلك یوحی الیک، این همی قسم که کتابای دیگه سابقه برای از بین بردن شرک، برای هدایت مردم، برای بیان فواید عظیم نازل شده. این همی قسم این قرآن کریم هم یوحی وحی میکنه الیک برای تو الله تبارک و تعالی و الی الذین من قبلک، به او کسانی که پیش از تو تیر شده برای ازوام این همی رقم وحی شده بود که وحی کرده بود. الله العزیز، و ذاتی که الله است العزیز و که زبردست است، هر اراده از او نافذ شده نیست، کسی مانع شده نمیتونه. میتونه که الله احکام خدا، کتابای خدا جبران سری مردم بپذیرانه، لیکن الحکیم حکمت والاست. حکمت تقاضا میکنه که بشر در سعادت و نیکبختی خود برسه. آدم مومن مخلص از منافق جدا شوه، از مشرک و کافر جدا شوه. ای کی جدا میشه؟ زمانی که در اختیار مردم گذاشته شوه، به اختیار مردم تابعداری کتابه بکنه یا نه تابعداری، اونجا معلوم میشه. از اینجا معلوم میشه قرآن یکی از جمله مواردی است که الله بندگان خود سرش امتحان میکنه که با قرآن محبت داره، کی رابطه داره، کی را میپذیره، کی را خدمت میکنه، کی را احکامش تطبیق میکنه و کی اعراض میکنه در مقابل قرآن، چه نوع زندگی را اختیار میکنه. این برای عزیز تا حکیم است الله تا که معلوم کنه. اونجا باز کس انتقاد نکنه چرا جهنم رفتم. الله برش میگه چرا قرآنم نامده بود، دلیل برات نگفته بود، اونو آدمو نه در جنت میره، نه بچه کاکایم است نه بچه مامایم. خود تو کی بودی؟ تو نمو مردی بودی که قرآن نفی میکردی، اعراض میکردی. له ما فی السماوات، در اختیار الله تبارک و تعالی است. خلاصه وحی سابقه یعنی کتابای سابقه چی خلاصه داشتن و قرآن هم گپی مهم و خلاصش کدام است؟ له، در اختیار الله است. ما فی السماوات، آن چیزی که در آسمان است، و ما فی الارض، آن چیزی که در زمین است. الله ملکت خود تقسیمات نکرده، حصه ها را برای مردم نداده که امرای فلان ولی فلان جا است. کابل قط عاشقان و عارفان است. اگر باران میکنه، اگر قحطی میه، اگر رزق و روزی زیاد میشه، غلط گپ است. کل اختیارات پیش الله است. و هو العلی، الله علی است، بلند است ذات الله، العظیم و بزرگ صفات الله. تکاد السماوات یتفطرن، قریب است، قریب است آسمان ها یتفطرن، بترقه، بکفه،
من فوقهن از بالای خود، والملائکه و ملائک یسبحون به پاکی یاد میکنه، بحمد ربهم امرای صفتای الله خود، و یستغفرون بخشش طلب میکنه لمن فی الارض برای کسایی که در روی زمین است. الا خبردار ان الله یقینا الله هو الغفور، امی الله بخشش کننده است، کسی دیگه بخشش کرده نمیتونه گناه ها را. پیرای پنجاب نمیتونه گناه پنجابی ها را بخشش کنه، اینطور نمیتونه. غفور الله است. الرحیم و رحم کننده مهربان الله است. آینده حال آدم خوب میکنه. تکاد السماوات دو مطلب داره. قریب از آسمان ها وحی الله که میآید بسیار سنگین است. پیغمبر علیه السلام حتی در حالت سردی عرق سرش می آمد، بسیار سخت تمام میشد. وحی قدر امر سنگین است، این مردم نادیده میگیره، این مردم اعتنا برش نمیکنه، این مردم اقدر غافل است، اقدر ایره نادیده میگیره. سخت تهدید است برای مؤمنان. وحی الله لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. یہ قرآن اگر سری کوه می آمد تو می دیدی که او ترس ورا فرا می گرفت، پرچه می شد. زوری قرآن قدر است. لیکن این انسان ها فقط پوش داده در تاق مانده، خیر و خلاص. تمامی روز تلویزیون 10 دفعه پاک میکنه، دختر 1 دفعه می پاک میکنه، مادر دیگه دفعه، بچه دیگه دفعه، پدر دیگه دفعه. قرآن کریم وقتی که در دست بگیری نقش انگشتا در سرش میشینه. او را باز احترامش چقدر است. فقط 1 دانه پوشی چیسته خوب گلگلی را برش جور که. قرآن قدر قابل اعتنا نیست. نعوذ بالله. قرآن قدر سنگین است. تکاد السماوات و قریب است آسمان ها یتفطرن بکفا. ای وحی الله که از بالا می آید، از بالا که وحی الله می آید، من فوقهن از بالای خود، والملائکه وقتی آمدن وحی شما خبر نداره. ملائکه الله تبارک و تعالی یسبحون بحمد ربهم، تسبیح یعنی پاکی بیان میکنه به امرای صفتای پروردگار خود. و یستغفرون لمن فی الارض، طلب بخشش میکنه برای کسی که در روی زمین است. چرا وحی بالای از یا میآید، ملائکه هم برش دعا میکنه که مبادا حق قرآن نادیده نگیرن، حق قرآن بشناسن. این مردم که قرآن برش میآید، قرآن که برش میآید باید حق قرآن بشناسن. حق قرآن چیست؟ تلاوت قرآن، فهم قرآن، بگوی عمل به قرآن، دیگه کسا را دعوت به طرف قرآن. از یک توجیه است. دوم توجیه بیان مذمت شرک، قباحت شرک قرآن بیان میکنه. تکاد السماوات قریب است آسمان ها به سبب جهالت مردم، بی‌اعتنایی مردم که قرآنی قدر دلایل پیش میکنه برای بدی شرک. قریب است آسمان ها یتفطرن، با هم جدا شوه، بشگافه، شق شوه، من فوقهن از بالایشان. چرا؟ به خاطری که مردم نعوذ بالله نسبت حاجت روایی را، مشکل کشایی را، نسبت صفتای کماله به مخلوق عاجز محتاج که دین روز نبود امروز پیدا شده به او میکنه. الله را فراموش کرده، خالق فراموش کرده، زنده دائم فراموش کرده، به مخلوق عاجزی کرده رایسته. قریب است که آسمان ها بکفه. چرا؟ خب باید بکفه دیگه. مردم که قدر شرک میکنه باید بکفه. قرآن میگه بله لایق بود که بکفه، لیکن ملائک است که تسبیح میگه، حمد الله را میگه. اگر ملائک نمی بود تسبیح و حمد الله را نمیگفت، آسمان میکفید مکمل. آسمان که فی الحال برقرار است، موحدین است اونجا، کسانی است که ندای توحید بالا کرده، از او خاطر آسمان نمیکفه. یک زمین باید میکفید. در زمین همونه پشتی سر بر ما میگه که مؤمنا وجود داره، در این جمع عقیده توحید بیان میشه، وگرنه زمین هم باید میکفید. توحید الله آنقدر مبرهن و آشکاراست که باید هیچ کس نزاع نکنه. او این مردم با این هوش، با ارائه این قدر دلایل منطقی، بازم نعوذ بالله، بازم قطعی الله شرک کردن، بازم حاجت و مقصد خود از غیر الله خواستن. الله اکبر. از او خاطر میگه والملائکه یسبحون، ملائک تسبیح بیان میکنه، پاکی الله را بیان میکنه، بحمد ربهم، به امرای ستایش و صفتای کمال برای الله خود. و یستغفرون، بخشش طلب میکنه، لمن فی الارض، برای کسایی که مؤمن است در روی زمین.
او کسایی که عقیده توحید داره الا خبردار ان الله یقینا الله تبارک و تعالی هو الغفور زیاد مهربان است. اگر کسی سابق توحید نداشت آلی بیاره شرک دور کنه بالکل بخشش میکنه. الرحیم رحم کننده است آینده. الله مهربان است که ثبات و پایداری را در عقیده توحید طلب کنه الله سرش رحم میکنه. والذین اتخذوا من دونه کسانی که گرفتن جور کردن من دونه بغیر از الله اولیاء متصرفین الله حفیظ علیهم الله بیننده است شناسنده است علیهم بالای اعمال قبیح از یا چقدر عملی بد انجام میده که غیر الله را متصرف و کارساز میدانه. و ما انت علیهم بوکیل نیستی تو بالایشان پیغمبر علیه السلام بوکیل کارساز یا موظف نیستی که این کار نکنه، نه، یا نیستی مجبور کننده به ایمان، برای توی سپرده نشده که یارا حتما مجبور به ایمان بساز، بس بگذار به ما. و کذالک اوحینا الیک مثل که میبینی اوحینا الیک وحی کردیم بسوی توی پیغمبر علیه السلام قرآن عربیه، این کتابی را که خیلی فصاحت و بلاغت داره بل لهجه عرب است. لتنذر ام القرى مقصدی روان کردن قرآن کریم بیم بده با کمال دلسوزی و شفقت. ام القرى اساس قریه ها را اصلی قریه ها را که مکه است و من حولها او قریه هایی که در گرد و بر مکه است من حولها کل دنیا را شامل میشه. از این خاطر یکی دلایل ختم نبوت امی آیت است. چرا اگر پیغمبری دیگه می آمد الله میگفت که نه در دیگه جاها دیگه پیغمبر روان میکنیم. ام القرى به خاطر میگه که اصل بنیاد در زمین اول بیت الله نهاد جیسته گذاشته شده، بعد از او در اونجا عقیده توحید تمرکز پیدا کرده و نشر و اشاعت شده و مردم در اونجا آباد شده. و تنذر یوم الجمع و تو بیم بدی مردم را از روزی که جمع میشوند لا ریب فیه نیست شک در آمدن او روز که روز قیامت است. یوم الجمع به خاطر میگه کلگی یک جا میشه، مخالفین و مؤمنا و مخلصین و کلگی. فریق فی الجنت کلگی دو جماعت میشه، فریق فی الجنت یک جماعت در جنت است و فریق فی السعیر یک جماعت در جهنم است. خود به خود معلوم دار است. ولو شاء الله اگر الله اراده میکرد میخواست. وقتی الله اینطور است قرآن حادیث تا ای را به انذار روان کرده، چرا کلگی را الله مومن پیدا نکرد کلگی جنت میرفت؟ آسان گپ بود. حالا مردم هم اینطور میگه، قرآن برای ما میگه ولو شاء الله اگر الله میخواست لجعلهم میگردانید مردم را امتا واحدتا یک ملت که سر یک دین قائم می بود دین اسلام و کلگی مستحق جنت میشد. ولکن یدخل من یشاء لیکن حکمت الله تقاضای کار نکرد، چرا که کمال انسانی معلوم نمیشه تا وقتی که در میدان آزمایش امتحان قرار نگیره که اینجا فرق در بین انسان و حیوانات دیگه شوه، موجودات دیگه شوه و فرق در بین انسان ها شوه که خود در درجه کمال میرسانه که الله کی قوت ها و استعدادا برش داده در کجا مصرف میکنه، این قوت های خدا چه رقم کار از پیش میگیره در راه غلط یا در راه ثواب که اونجا معلوم شوه امتیاز یکی دیگه. در غیر از اون کلگی مجبورن مؤمن باشه هیچ امتیاز در بین معلوم نمیشه. ولکن یدخل لیکن الله داخل میکنه من یشاء کسی را که الله بخواه فی رحمته در رحمت خود به دادن ایمان و بعد از او به استقامت ورزیدن بالای عقیده ایمانیش که تا آخر عمر مکمل به دستور الله زندگی پیش میبره. این همی مردم امتیاز حاصل میکنه. و الظالمون و کسانی که مشرک هستند نعوذ بالله از حدودی که الله وضع کرده از او تجاوز میکنن. ما لهم نیست برشان من ولین کسی کارساز دوست ولا نصیر نه امداد کننده، هیچ کسی نیست. ام اتخذوا من دونی آیا یا گرفتن بغیر از الله اولیاء متصرفین کارسازا. فالله یقینا الله و امی الله نکسی دیگه الولی مستحق کارسازی است. و هو یحیی چرا کارساز ذات می باشه که همیشه زنده است، کارساز ذات می باشه که سر هر چیز قدرت داشته باشه و غیر از الله این دو صفت نداره. چرا؟ و هو یحیی الموتى الله است که زنده میکنه مرده ها را از عدم به وجود میاره هر چیزا. و هو علی کل شیء قدیر الله بالای تمام چیزا قدرت داره، غیر از بالای تمام چیزا قدرت نداره، غیر از عدم به وجود آورده نمیتونه. پس کارساز تنها یک الله تبارک و تعالی است. و ما اختلفتم فیه آن چیزی را که شما اختلاف کرده فیه در او چیز من شیء از هر چیزی که باشه فحکمه فیصله ازی الی الله گردانیده میشه به سوی الله تبارک و تعالی.
ذالکم الله ربی، اینمی الله که موصوف به صفت است که مرجع است در هر وقت و واده. یعنی پس شما برگردانیده طرف از او میشه، سری هر چیز قدرت داره، کارساز و متصرف همه چیز است، مرده را زنده میکنه. اینمی ربی، پروردگارم است. علیه توکلت، خاص بالای الله اعتماد کردم، یعنی امور خود طرف از او میسپارم. و الیه خاص، بسوی از او انیب، باز میگردم، یعنی تمام کارهای خود اگر از دین تعلق داره در دنیا بسوی الله تبارک و تعالی میگردانم. این آیات سخت فیصله بزرگ است. سخت فیصله بزرگ کدام است؟ و مختلفتم، هر آن چیزی که شما اختلاف کرده، فیه دو چیز. اعتراضات یهود و نصارا را جواب میگه. یهود و نصارا شما اختلاف کردید، کتابایتان شرک پیدا کردید، دلیل میگفتن با امرای پیغمبر علیه السلام. چرا اینطور میگید؟ کتاب خودی دون آمده، عیسی علیه السلام روح منه، روح از جانب خودی الله است. معلوم شد که خودی الله شریک است، جزی الله است. عیسی علیه السلام اون زنده را مرده میکنه، مرضی پیش جور میکنه. دلیل میگرفتن بالای کی؟ بگوی که عیسی علیه السلام متصرف و ولی است، کارساز است. یهود میگفتن عزیر علیه السلام وی او مظهری علم بزرگ الله است، کلی تورات در سینه خود یاد داشت، الله برش داده بود، یعنی قطع علم در امرای الله شریک است، نعوذ بالله. ایره میگه اعتراضات جزئی، دلایل جزئی بالای شرک که امرای الله شریک هستن حصه دارن. قرآن میگه آن چیزی را که شما اختلاف کردید او چیز من شأن از چیز فحکمه الی الله، فیصلهش به الله پیش میکنیم. کتاب الله در پیش ما، هر چی که فیصله کرد روح منه میگی، لیکن اینطور نمیگه که انا عبدالله و رسوله. خود عیسی علیه السلام میگه من بنده کیستم؟ الله هستم، محتاج الله هستم. عزیر بنده الله است. چرا شما میگی؟ از متشابهات دلیل میگیری بالای محکمات. آیت واضح و صریح وجود داره، او براتان میگه که یا بندگان الله بودن و متصرفین نبودن، او شما از دیگه ناحیه اینطور دلیل میگیری. امی دلیلا امروز مردمای گمراه دلیل میگیره نمیگیره؟ میگه اونجا الا ان اولیاء الله لا خوف، اولیاء الله خوف سرش نیست. خوف سرش نیست، مراد از خوف چی است؟ ما خود نمیگیم صفت الوهیت به الله ثابت نکن، ما خود دشمنی قطع اولیاء نداریم، کرامت خود انکار نمیکنیم، لیکن ولی الله شده نمیتونه، صفت الله برش ثابت شده نمیتونه. خوی مردم از کدام ناحیه؟ مردم گول میزنه. ایره میگه دلایل جزئی را بالای شرک پیش میکنه، نعوذ بالله. امروز همو گپاست. او وقت یهود و نصارا بود. امروز ملاهایی که فقط نعوذ بالله دعوت میده به سوی نعوذ بالله قبر پرستی، شخصیت پرستی، مذهب پرستی، عالم پرستی، بس پیر پرستی. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول میگی و اولی الامر منکم هم هسته. اولی الامر منکم، صاحب امر. صاحب امر از جمع خودتان باشه، مؤمن باشه، عقیده به قرآن و حدیث داشته باشه و از قرآن و حدیث بیان بکنه. بالکل بس رو چشم. هر عالمی که از همین دین بر ما آدرس میده، دلیل پیش میکنه، بس رو چشم روان هستیم و این اتباع میگه. قرآن امیره بر ما میگه. قرآن اینجا من شیء گفته، هر چیز اگر امر تعلق به دنیا داره، اگر به دین داره، رجوعش به سوی کیست؟ فحکمه الی الله، فیصله ازی به سوی الله تبارک و تعالی است. مفسرین نوشته کرده همه چیز که اختلاف پیدا شد فیصلهش با قرآن میبریم. چرا دیگه چیز فیصله نمیتونه؟ اختلاف کتابین مذهب شیعه و مذهب اهل تسنن پیدا شده، کدام کتاب حل کرده میتونه؟ حدیث حل کرده میتونه؟ نه. او بری خود حدیث وضع کرده، تو بری خود حدیث وضع کرده، کدامش حق است؟ لیکن قرآن حل میکنه. بیا قرآن چی رقم حل میکنه؟ آیات صریح وجود داره. تو میگی ولایت برای فلان است، بیا در قرآن است همون ولایت ذکر شده. در قرآن مسائل جزئی را الله ذکر کرده، مسائل جزئی. وقتی که خانه می تک تک دروازه را ذکر کرده. وقتی که میمانی میای پیش نبیا، پیش تیر در سوره احزاب تیر نکردیم، وقت نبیایی اونجا نقل شروع نکنی، در وقت پخته شدن بیا، باز بعد از که طعام خوردی برو. این قدر موضوعات جزئی را ذکر کرده، ولایت امان. فلان ولی کار میتونه، بیار دلیلش. فلان مرض شفا دادن میتونه، در قرآن است، بیار. قرآن خو میگه و یمسسک الله بضر فلا کاشف له، غیر از الله دیگه کس دور کننده نیست. بیار نزاع توسط قرآن حل میشه. او نزاع را باید با قرآن پیش کنیم. حدیث پیغمبر تشریح قرآن میکنه. از همون خاطر مفسرین نوشته میکنه
تمام مسائل باید با قرآن پیش کنیم، حل کنیم توسط قرآن. حالی اگر تو میگی نه ما بیاد کتابایی که در مذهب ما سری از او حل میکنیم، نه، کتابای در مذهب توست یک مذهب دیگه هم کتاب داره، دیگه هم داره. هر کس میگه در مذهبی ما، هر جماعت میگه که بیا که بریم در اوجا حل کنیم، ما با کدامش قناعت کنیم؟ بیا با کتاب الله حل کنیم. کتاب الله چی میگه؟ کتاب الله چی فیصله میکنه؟ امروز ما اینمی دعوت ماست، به ما رد نمی کنیم هر نظری عالمه، ولو که ادنا عالم باشه، از مجتهد نیست، خلی که نظرش موافق کتاب الله و سنت رسول الله است، بس رو چشم میپذیریم. ذالکم الله ربی علیه توکلتو، ذالکم الله اینمی الله ماست، ربی ما مالک و متصرفی ماست که این صفتا را داره، ولی است، علی کل شیء قدیر است، یحیی زنده میکنه مرده ها را، علیه توکلتو بالای از اعتماد کردیم، هم در دین هم در دنیا، فیصله از او را پذیرفتیم، و الیه اونی باز رجوع امام طرف الله است، در آخرت کلی ما طرف الله رجوع میکنیم، در دنیا هم رجوع کنیم به کتاب الله، نظاره او طرف بگذاریم. فاطر السماوات والارض، پیدا کننده آسمان هاست و زمین است. معلوم میشه فطر میگه شگافتن آسمان و زمین طور پیدا شده، مثل که پیش در آیت هم خواندیم، به مثل دخان مایه گازی واری بود، الله درش چیسته انشقاق و در اونجا چیسته انفجار آورد، بعد از او الله او را آسمان جور کرد و زمین جور کرد. جعل لکم من انفسکم، گردانیده برای شما از نفس خودتان ازواجا، جفت و جوریتانه. چرا؟ حوا علیه السلام پیدا شده از پهلوی کی؟ آدم علیه السلام. طبیعتی تو را داره، خاصیتی تو را داره، قدر و منزلتی تو را داره، احترام تو را داره، وجودی است، حقیر ندانی، بدون از او زندگیت پیش نمیره، انس الفتت با او میشه، تعمیر زندگیت، خوشید تکمیل بمرای از او میشه. این حالی بر ما واضح میشه که زن چه حیثیت داره. قرآن برات میگه من انفسکم، از نفسایتان یا از جنس نفسیتان برای شما ازواج پیدا کرده، تفاوتی نداره، انس الفت با یکی دیگه میگیره. و من الانعام، پیدا کرده برای شما، گردانیده برای شما از چارپایا ازواجا، جفت و جوره را که توالد و تناسل دوا صورت میگیره، خود به خود کارخانه وجود داره، یک دم بوز گوسفند بره هر چیز الله پیدا کرده رویست. یزرعکم فیه، یکی پراگنده میسازه، بسیار پراگنده یعنی تو پاشان میسازه الله شما را فیه، در اینمی روی زمین با تدبیر و انتظام، روز به روز این نفوذ زیاد شده میره، مردم هر طرف آباد میشه. لیس کمثله شیء، نیست به مثل الله تبارک و تعالی چیزی، و هو السمیع البصیر، الله شنونده هم است، بینام است. این آیت بسیار جامع آیت است در مورد صفات الله تبارک و تعالی. لیس کمثله، یک تعداد مفسرین کاف زاید میگیره، لیس مثله، نیست به مثل الله شیء، چیزی به مثل الله چیزی نیست، هیچ چیزی پیدا نمیشه.